خب مثلا بعضیا، من خودم البته مشکل دارم، این لثه بی‌حس نمی‌شود، یعنی مثلا گاهن شاید به تزریق دوم هم بکشه میکشه. این باید چه کار کرد؟ اونم الان میگیم خدمتتون. خیلی دلایل داره، خیلی. یکیش میتونه عفونت ناحیه باشه، التهاب دندون باشه، اضطراب بیمار مضطربه ببر 3 ساعت 2 ساعت 1 ساعت نشسته بیرون، بعد یه جوری باهاش رفتار کردیم فکر کنه حالا میخوایم چی کارش بکنیم. دقت میکنیم اصلا اضطراب بدتره. به جای اینکه بگیم ما یه دندونه میخوایم درست کنیم، مثلا آقای محمدی، آقای معظمی، مثلا اگر BSc اون نگرفت هیچ اشکال نداره، روز دیگه در خدمتتون هستیم. نه ما به هر قیمتی شده بعد دندون در بیارم. خب اینجوری که این میگیم بنده خدا، خب بعد نخوابیدن شب قبلشه، بپرسه شب قبلش خوابیده، اصلا استراحت داشته. بیمار میاد میگه من 2 شب دندون درد دارم. خب بعد خودمون آماده کنیم، ایشون بی‌حسیش ممکنه موفق نباشه. یه سری کارا میشه که حالا میگم خدمتتون و توجیهش کنیم که مثلا بیمار میاد دست به دندونش میزنیم، فریادش میره بالا، التهاب داره، عفونت داره و از قبلا بعد به ما به این عفونت داره این دندونه، ممکنه BSc ما درست جواب نده. علتش هم اینه چون محیط اسیدیه، مواد ما توی محیط اسید درست اثر نمیکنن. حالا نوع تزریقمون رو عوض میکنیم. یه وقت هست محل تزریق ما اصلا پایین بالاست، یعنی محل تزریق ما تو فک پایین اینجاست، یعنی انتهای فک همونجا که عصب دندون تقریبا انتها میشه. ما این ورتر داریم میزنیم، این ورتر داریم میزنیم، اینجا یخته. نه اون به خاطر همونم به اصطلاح میتونه بی‌حسی موفقیت آمیز. حالا صرف نظر از مسائل دیگه‌اش که حالا BSc تاریخ گذشته باشه نباشه اینو که کاری نداریم، میگیم یک BSc نرمال چرا بی‌حس نمیشه، همه چی هم درسته. میتونه محل تزریق باشه، میتونه التهاب باشه، عفونت باشه، اضطراب بیمار باشه، ایناست. معمولا من خودم BSc وقتی موفقیت آمیز نیست 3 تا میزنم، باش صحبت میکنم. تا چند تا رو مجازن دندانپزشکان استفاده کنن؟ علاوه تعداد 3 تا 4 تا که بزنی دیگه نباید بری بقیه‌اش. خاطر اینکه بیمار دچار مشکلات مسمومیت و مواد این میشه. گاهی وقتا ممکنه تپش قلب تو بعضی از به اصطلاح مواد BSc ممکنه بگیریم، مثل به اصطلاح لیدوکاین ها. بیهوشی چیه دکتر؟ میشه مریض بیهوشی هم داریم. بله ما یه وقتایی هست اصلا امکان اینکه BSc کنیم نداریم، بیمار 2 سالشه. چجوری میخوای همکاری کنی؟ سر داره، دهنش قفل میشه، چیکار بعد بیهوشش کنیم؟ بیمار انقدر مضطربه و مشکل قلبی داره واقعا تحمل نداره. اونو مشاوره با دکتر قلبش میکنیم، در شرایط خاصی بیهوش میکنیم، به شرطی که بتونیم توی اون بیهوشی کامل دندوناش رو کامل مدیریت کنیم، تموم کنیم دندوناشو. اگه قرار باشه دندون بعد لازمش استفاده از تکنیک‌های خاصی، به عنوان مثال همون دندون گرفتین دستتون، مثلا اون معالجه ریشه میخواد مثلا. حالا اندو بهش میگن، عصب کشی میگن. خب این تو شرایط عادی ممکنه ایشون بیاد مطب 2 جلسه کار داشته باشه. خب نمیشه 2 جلسه فاصله 4 روز 5 روز در ما بیهوش کنیم. ما باید به گونه‌ای کار کنیم، به گونه‌ای از مواد استفاده کنیم، نوع سیاست اون از مواد بگونه تو 1 جلسه معالجه ریشه تمام بشه، همون جلسه پر بشه. امکانش هست اونجوری؟ آره هستش دیگه. ما هم میتونیم از مواد استفاده کنیم، تو از لیزر استفاده کنیم. به فرض دندون عفونت داره، اصلا سواله آقا دندون ایشون عفونت داره، کیس بیهوشی هست، حالا نمیدونم تو جزئیاتش اصلا کیس چیکار می‌خوایم بکنیم؟ خب بگیم مریض 6 دفعه بره و بیاد 4 دفعه، نه دیگه. ولی دندون کشیدنی نیست، یعنی اجازه کشیدن هم نداریم. ما میایم چیکار میکنیم؟ معالجه ریشه انجام میدیم، لیزر تراپی میکنیم، هم لیزر پرتوان هم لیزر کم توان یا فوتو داینامیک تراپی.